ادامه بخش چهره‌های ماندگار. میرزا ترسونزاده، قسم دوم، شاعر بزرگ و ارباب برجسته جمعیتی. میرزا ترسونزاده همچون شاعر بزرگ وطن دوست و خلق پرور، مبارز فعال راه صلح و آرامی و آسودگی حیات جمعیت، صاحب آبرو و عزت، اعتبار بلند و شهرت جهانی گردید. از نیمه دوم سالهای سیوم عصر 20، از همان دورانی که فاشیسم دنیا را ناآرام ساخته بعضی مملکت‌های اروپا و غرب را زیر پا کرد و به سر مردم بدبختی‌ها آورد، میرزا ترسونزاده در اصل‌هایش به جنگ و جدال و خصومت و دشمنی، صلح و وحدت و دوستی و برادری را مقابل گذاشت. شاعر صلح پرور ما خلق‌های جهان را بر ضد فاشیسم دعوت می‌کرد تا که ریشه منحوس جنگ را از بیخ و بنش بریده پرچم صلح را در عالم استوار سازند. در آن دوران پرتهلکه میرزا ترسونزاده در پاریژ همراه نویسندگان و عالمان معروف از قبیل ژالیا کیوری، الکساندر فادایف، ایلیا ارنبورگ در کار اولین کنفرانس عمومی جهانی حامیان صلح اشتراک و در حمایه صلح و آسایش سخنرانی بسا تأثیر بخش کرده بود. همین طور میرزا ترسونزاده شاعر صلح پرور ما در صف پیش جبهه مبارزه بر ضد ظلم و ستم قرار گرفته همچون مبارز متین همدیگر فهمی و اتحاد خلق‌های تمام جهان معروف گردید. موضوع اساسی ایجادیات او ستایش دوستی و برادری، آزادی و استقلالیت و مبارزه علیه نزاع‌انگیزان و تخریبکاران امروز نیز یعنی در زمان ما اهمیت خود را گم نکرده است. آثار شاعر نسل نورس را هشدار می‌دهد که در حمایه وطن هویت ملی خویش هوشیار، زیرک و دوراندیش باشند. شاعر وطن خود تاجیکستان کوهسار و آفتابی را همچون یک حصه جدا نشونده شرق و جزء جامعه جهانی می شمارد که در دایره سیاست آن زمان ترغیب این غایه کاری چندان آسان نبود. شخصیت شاعر وطن دوست در آن ظاهر می شود که در هر شعر او مهر و محبت تاجیکستان بر اعلا و مشاهده می رسد. میرزا ترسونزاده دایره موضوع و مسئله های ادبیات معاصر تاجیک را وسعت داده، منظره های گوناگون حیات مملکت های خارجی را با افکار نو و از دیدگاه تازه به ادبیات ما وارد ساخت و به این وسیله مکتب نوی ادبی را به وجود آورد. جوهر خاص این مکتب شناخت گذشته خلق خود، رشد زبان، فرهنگ، ادبیات کهن بنیاد و سنت و عنعنه‌های ملی ما می باشد. سبق دیگر این مکتب ادبی عبارت از آن است که شعر و سیاست را به هم آمیزش داده، ادبیات را همچون واسطه مؤثر متحد کردن جامعه و تشکل افکار عموم نیرومند گردانید. موضوع صلح و وحدت، نکوکاری و سازندگی همچون شعار مردم فرهنگ پرور و تمدنساز تاجیک با آثار ادبی بشردوست ما جلوه تازه می بخشد. ما با این جهت آثار ترسونزاده و پیروان مکتب او باید اعتبار خاص دهیم. امروز در سیاست خارجی تاجیکستان صاحب استقلال نیز مرام صلح، همکاری‌های اقتصادی و فرهنگی و دوستی و برادری اهمیت اولین درجه دارند و ما برای تطبیق پیگیرانه آنها کوشش می‌نماییم. به این معنی شعرهای استاد ترسونزاده جوهر سنت‌های نیک و پسندیده صلح پرورانه خلق ما را افاده می‌سازند. چنانچه شاعر در این مورد گفته است: آدمان از دوستی یابند بخت، دشمنی آرد به مردم روزی سخت. شما را در نشرهای دیگر به ادامه روزگار، آثار و کارنامه میرزا ترسونزاده در قسم دوم شاعر بزرگ و ارباب برجسته جمعیتی شناس میکنیم.